اگر در ادامه مبحثی که بفرمایید اینکه حفره‌های امنیتی که میگن حالا توی نرم افزارها یا توی سایت‌ها چیه که هکرها از اون استفاده میکنن و نفوذ میکنن به یک سیستم؟ ببینین در کنار اینکه سیستم عامل باید وجود داشته باشه روی کامپیوتر و کماکان باید در مورد امنیت اون تدابیر بیشتر اندیشیده بشه، نرم افزارهایی هم روی اون سیستم عامل در واقع نصب میشن و شروع به کار میکنن. خب این نرم افزارها در ابتدا حتی با وجود تحلیلگرهای امنیتی بسیاری از نقاط ضعفشون موقعی که به صورت عملیاتی مورد اجرا قرار میگیره کشف میشه و بعد از اون طبق گزارشاتی که در واقع کاربرا میدن یا اتفاقاتی که برای کاربرا میفته، اون سازنده یا اون شرکتی که داره این کار رو انجام میده و این نرم افزار نوشته دست به بهینه‌سازی و بیشتر امنیت کردن اون میبره. خب اینو اصطلاحاً میگن حفره‌های امنیتی که در این نرم افزارها و سیستم عامل وجود داره. این حفره‌ها میتونن بسیار مدخل خوبی واسه ورم ها باشن، انواع اقسام مالورها باشن یا حتی حمله یک حمله کننده که شما فرض بکنین چند سال پیش روی دیتابیس SQL یکی از پورت‌های مهمی که استفاده میشد یک ورمی به اسم اسلمر از این پورت وارد شبکه میشد و با ایجاد برادکست بسیار زیاد در واقع اون دیتابیس رو از دسترس کاربرانی که احتیاج داشتن باشه ارتباط برقرار کنن خارج میکرد. همون SQL اینجکشن یا خیر این یه ورمه که روی SQL کار میکنه، روی در واقع سرور SQL کار میکنه و خب این پورت امروزه بسیار شدید مانیتور میشه و بعضا بلاک میشه برای اینکه دیگه اون ورم وارد نشه. خب این یه حفره امنیتی بود که بعد از عملیاتی شدن سرور به وجود اومد و طبق گزارشات کاربرا و تحلیلگرای امنیتی بعد از عملیاتی شدن به دست اومد. این حفره ها باید کماکان مورد مطالعه قرار بگیره و هیچ وقت نمیشه گفت که این سیستم عامل یا این نرم افزار صرفاً و دقیقاً هیچ حفره دیگه ای نداره برای اینکه بشه بهش وارد شد. بسیار عالی. خب اگر موافقید برای اینکه یه مقدار فضای ما هم عوض بشه یک سایت جالب هم معرفی کنیم. امروز آقای مسعودی هم نیست که بخش بازی رو داشته باشیم. ماهواره رصد، ماهواره‌ای که چند وقت پیش در واقع ارسال شد. ما سایتی رو خدمتتون میگیم که با پشتیبانی در واقع گوگل هم هست. میتونید ماهواره رصد به عنوان اولین ماهواره سنجش از راه دور رو و تصویربرداری که از زمین ایرانی انجام میده رو در واقع ببینید و حرکت اون رو مشاهده بفرمایید در این نقشه و مپی که مشاهده میفرمایید به صورت دقیقاً دیجیتالی. جالب اینجاست که من خودم میدیدم در عرض حالا چند دقیقه خیلی حرکت جالبی روی یک مدار داشت و به هر حال ماهواره رصد که از افتخارات ایران هم هست اینه که قریب 45 روز مهمان فضا خواهد بود و بیشتر تصویربرداری و سنجش رو از روی کره زمین داره. سایت هم آدرسش این هست، میتونید یادداشت بفرمایید n2yo.com/s/37675. خب به هر حال شماره‌ای که برای این سایت برای این ماهواره در نظر گرفته شده. اما یک بازی آنلاین بسیار جذاب هم میگیم، خیلی راحته ولی در عین سادگی جذابیت هم داره. در واقع آوارایان در واقع این رو عرضه کرده. بازی فرار از مزرعه هست، خیلی جذاب. آدرسش هم demo/free/games/farm-run هستش یا همون فرار از مزرعه. این بازی هم در غیاب آقای مسعودی ما یک در واقع حمله کردیم به بازی‌ها، یک بازی آنلاین رو معرفی کردیم. بریم سراغ ادامه مبحث و اینکه آقای مهندس مثل اینکه حالا بینندگان سوال پرسیدن که آیا این جنگ سایبری واقعیه یا اینکه نه فقط یک حالا تهدید هستش برای کم شدن حالا اون تأثیرات، یا جنگ سایبری واقعی هست؟ من خدمتتون عرض میکنم که جنگ سایبری همین الان که من و شما همینجا داریم صحبت میکنیم اقصا نقاط جهان به تعداد نامحدود و نامعلومی در حال انجامه برای به دست آوردن اطلاعات، دزدیدن اطلاعات، از بین بردن اطلاعات مهمه یک کشور، یک جامعه، یک فرد. پس کاملا وجود داره ولی روی محیط مجازی هستش و نمیتونیم بگیم خب قابل لمسه و ما میتونیم لمسش کنیم و بگیم خب من صدای انفجار شنیدم، من دیدم که یه سری سرباز رفتن. نه اینجوری نیست. ولی فیزیکی یعنی نیست، فیزیکی وجود نداره و در قالب دنیای مجازی یا همون سایبری که جلوتر در موردش صحبت میکنیم همین الان در حال انجام هست.
بسیار عالی. اما بریم یک رایانامه امنیتی رو با هم بررسی کنیم که خانم پرنیان جمشیدی برای ما ارسال کردن. میتونید در تصویر هم رایانامه ایشون رو ببینید. آقای مهندس گفتن روی سیستمشون نود 32 ورژن 4 دارن. هر وقت به اینترنت وصل میشن با چنین پیغامی روبرو میشن. مشکل از کجاست؟ پیغام به نظر خیلی خطرناک میاد و یک پورت رو میخواد بگه که دسترسی پیدا کنه. البته چون اسمارت سکیوریتی و هوش مصنوعی توش هست، در واقع فکر می‌کنم اینو شناسایی کرده که ممکنه خود این یک روت کیت باشه. من تصورم روت کیت هستش. اینکه این کامپیوتر وقتی میخواد به اینترنت یعنی وقتی به اینترنت وصل میشه میخواد به صورت ریموت یا از راه دور به آی پی دیگه ای وصل بشه. حالا داره اجازه میگیره از کاربر که آیا تو اجازه میدی به من وصل شم یا نه. این دیگه بستگی به خود آنتی ویروس یا اون برنامه امنیتی روی کامپیوتر داره که متوجه شه این یک در واقع ارتباط از راه دور امن هست یا غیر امنه. ولی به نظر من یه روت کیته که باید یه فکری در موردش بکنن. بله، پس خانم جمشیدی هیچگاه الو رو نزنن، چون ممکنه با دست خودشون در دام هکرها بیفتن و دینای کنید یه همچین پیغامای مشکوکی که میاد. اما علی شمایل راز هم در رایانامه‌ای گفتن که این پیغام منظور چی هست و آیا مهندس مشخص هم است اینستال آپدیت اند شات دان. ایشون به اینترنت وصل بودن، احتمالاً پرسرعت بوده، ویندوزشون آپدیت شده و اصل هم شاید بوده و میخواد که در واقع موقعی که خاموش میشه این آپدیت ها و بروز رسانی ها رو نصب کنه. پس اجازه بدید این گزینه باشه و این بروز رسانی ها انجام بشه. بهتره هرچه سریعتر هم این کار رو انجام بدن که در واقع مشکلات، چون با هر بار آپدیت بسیاری از اون حفره‌های امنیتی که اسپردیم در واقع امن میشه و بسیار از خطرهایی که میتونه اون سیستم عامل رو تهدید بکنه از بین میره. بله، میتونه خطرناک هم باشه. پس زودتر به قول آقای مهندس همین کار رو انجام بدید. اما بریم سراغ یک تازه دیگه که اونم یک نمایشگاه هست و بعدم یک میان برنامه میبینیم و باز هم برمیگردیم سخنان دیگه از آقای انصاری میشنویم. یک تازه دیگه داریم، اونم مربوط به هک و امنیت هستش و ما هرچی تازه اخبار هکی بود و در واقع امنیتی بود رو پیدا کردیم، به خصوص توی ایران و دانشگاه شریف 7 و 8 تیر ماه رقابت هکرها در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف که مرکز آپا در واقع معرفی کننده و برگزار کننده هست سعی میکنه صفحه کلید به این نمایشگاه هم سری بزنه و گزارشی رو از این هکرها که تا حالا چند ده در واقع تیم توش معرفی شدن ولی همشون ثبت نشدن تهیه بکنه. در مورد این نمایشگاه فقط بگیم که 49 تیم از مراکز دانشگاهی، شرکت‌های خصوصی و گروه‌های متخصص فعال در این حوزه هستند و محورهای مختلفی همچون سوالات امنیتی و مهندس میخوام بعدش نظری در مورد اینا هم بدید شما. نفوذگری در وب، کشف شواهد الکترونیکی یا فورنسیکس و مهندسی معکوس یا انجینیرینگ ریورس و نوشتن کد سوء استفاده اکسپلویتینگ در این نمایشگاه برگزار میشه. آیا مهندس این اصطلاحات مهندسی معکوس، کد سوء استفاده و شواهد الکترونیکی اینها بذاریم به طور کلی بگم اینا همه مفاهیم پایه‌ای هک اخلاق‌گراست. یعنی شما برای مقاصد خوب نه بد یه هکی رو انجام میدین تا بفهمین نقاط ضعف یک شبکه به چه شکل هستش. خب اون هک باید یه سری اعمال رو انجام بدین، همون مهندسی اجتماعی رو انجام بدین، انواع اقسام کدنویسیایی که میتونه تخریبی باشه رو انجام بدین تا بتونین یه گزارشی از نقاط ضعف اون سیستمی که دارین این کار رو براش انجام میدین رو به دست بیارین. تمام این اصطلاحاتی که فرمودین در واقع اصطلاحات زیر مجموعه هک اخلاق‌گرا یا اتیکال هک هستش که افراد توی دسته‌های مختلف میان این کار رو انجام میدن و گزارش‌های مختلف رو میدن تا بتونن بعد از اون بر پایه گزارشات اونا به امن‌ترین شکل ممکن اون سیستم رو بهینه‌سازی بکنن. جالبه که بدونین 4 دسته آدم تو این روش وجود داره. اصطلاحاً میگن حمله کننده های هکرهای کلاه سفید. ما اشاره کردیم اتفاقا تو برنامه دوشنبه کلاه سفید، سیاها. بعد جالبه صورتیش از همه جالبتره که یه آدمی که سواد کافی نداره ولی یک خطری رو ایجاد میکنه و بعضا هم ممکنه تخریب جبران ناپذیری هم باشه. این حالت شانسی هست. بله. خیلی عالی بود، از اطلاعاتتون ممنون. خب 220 13 742 الا 3 رو فراموش نکنید. ما منتظر تماس‌های شما هستیم. یه میان برنامه رو ببینید، با بخش پایانی صفحه کلید در خدمت شما خواهیم بود.
شبکه جهانی جام برنامه صفحه کلید تکرار سوالات مسابقه 11 و بعد ادامه و سخنان پایانی مهندس انصاری رو میشنویم. سوال 1 مسابقه 11 این بود که شما بفرمایید اهداف جنگ سایبری چه چیزی هستش. سوال دوم چند راه افزایش ضریب نفوذ امنیت رو در شبکه جهانی بفرمایید و سوال سوم اصطلاح بیکن در شبکه‌های بیسیم چه چیزی هستش. مهندس سخنان پایانیتون رو در این نکته کوتاه در مورد این سوال سوم بگم، ولی مستقیم اشاره به جواب نه این بیکان در واقع یه وظیفه و یک واکنش شبکه‌های وایرلس هستش و صرفاً خطر نیستش تو بحث امنیت. چرا ولی راهنما بهش میگن؟ یعنی در واقع جایی که خودش نشون میده باید. معنی لغویش میشه آتشی که برای ارتباط مثلا درست میشه و همین دود رو روش دقیقاً بله. ولی این خودش یک ضریب نفوذ امنیتی میتونه باشه که من اون رو میخوام بهش اشاره بکنم که چه اثری رو در ادامه خواهد داشت. بسیار عالی. خب سخنان در واقع انتهایی شما رو هم میشنویم بعد اگه سوالی مطرح شد. خب حملات رایانه‌ای که در موردش صحبت کردیم به طور کلی دزدیدن اطلاعات شخصی اداری و گهگاه حکومتی دولتی ممکنه مد نظر حمله کننده ها باشه. دستکاری اون اطلاعات، خرابکاری‌های عمدی و سهویه و کنترل منابع برای دزدی و تخریب. کنترل منابع یعنی یک شرکت، یه سازمانی که داره یک فرایند عملیاتی رو انجام میده، با یک بدافزار بتونیم به سیستم اون نفوذ بکنیم و باعث شیم که از اون هدف اصلیش دور بشه و نتونه اون کاری که میخواد رو انجام بده. و بحث وندالیسم که یکی از نمونه‌های بارز در واقع نفوذ امنیتی هست و کمتر در موردش صحبت میشه. اونم آدم‌هایی که تو هر شبکه یا هر سازمان دوست دارن به نوعی از روی نمیتونم بگم چی ولی بیماری روانی تخریبی بزنن به اون شرکت. تلفن رو بشکونن، کیبورد و کلیدش رو بکنن. اینها هم جزء مواردی هست که باید در امنیت مورد بحث قرار بگیره. مهندسی اجتماعی مثل اینکه بهش میگن نه، مهندسی اجتماعی در واقع بحث دیگه‌ایه که میتونن از این آدم‌ها اطلاعاتی رو به دست بیارن ولی صرفا این آدم‌ها خودشون اون اطلاعات رو به کسی نمیدن تا ازشون گرفته بشه. حمله کردن برای شنود هست، یعنی شما اطلاعاتی رو شنود بکنید و به صورت مخفیانه کپی برای خودتون نگه دارین. میتونه به صورت مودیفیکیشن یا تغییر اطلاعات باشه، یعنی اطلاعات من برای شما یه داده میفرستم، یک نفری این وسط این اطلاعات رو میگیره تغییر میده و اطلاع اشتباه رو به شما میده. مورد بعدی مورد فابریکیشن یا افزودن اطلاعاته. من برای شما اطلاعاتی میفرستم، یه فردی یه سری اطلاعات دیگه به این اضافه میکنه و برای شما میفرسته و شما رو گمراه میکنه. و اینتراپشن هستش که زمان رسیدن اطلاعات به شما رو باعث میشه کند بشه، دیر برسه یا دیرتر از اون موقعی که باید به دست شما برسه. این تمام اهداف حملات رایانه‌ای به صورت کلی هست. ما سعی می‌کنیم گمراه نشیم. خب اون راههای خودش رو داره توی امنیت که این اتفاق نیفته. حالا نمونه‌ای از وندالیسم می‌بینین، حتی می‌تونیم کشیدن یه یادگاری روی درخت تا تخریب یه مجسمه رو هم. میخوام فقط بگم وندالیسم عموماً این نیست که من سواد داشته باشم بتونم یک کد مقابل امنیتی بنویسم. بیماریه که موجب هر کم ممکنه بشه. بله دقیقاً. یک سوالی مطرح میشه آقای مهندسی که کیفیت آنتی ویروس ها و به خصوص حالا آنتی مالویر های اوریجینال چی هستش؟ آیا اینا میتونن کمک کنن این اتفاقات نیفته؟ در مورد وندالیسم خیر، ولی در مورد موارد دیگه‌ای که صحبت کردیم بذاریم به طور نمونه براتون یه موردی رو در مورد یکی از آنتی ویروس ها بگم. این آنتی ویروس که خیلی هم عمومی هست توی تهران، مشکلی که توی کشور ما عمومی شده، مشکلی که داره اینه که میتونین به صورت کرک شده ازش استفاده بکنین. حتی آپدیت هم میشه، هیچ مشکلی هم نداره. اما که ما توصیه نمی‌کنیم. بله، میخوام بگم چرا توصیه نمی‌کنیم. شرکت سازنده این آنتی ویروس، حتی چند تا آنتی ویروس دیگه هم هست که این مشکل رو داره، میاد به صورت مخفیانه آدرس آپدیتی که به شما داره میده رو چون فهمیده شما کرک هستید ریدایرکت میکنه روی سایتی که بدتر به شما مالویر بده تا باعث تخریب دستگاهتون بشه. در هر صورت کسی که داره کرک این رو استفاده میکنه به نوعی داره بدون اجازه اون شرکت از این استفاده میکنه و اون حق داره که بنا به قانونی که داره برای کپی رایت خودش تخریب بکنه اون کسی که داره اینو به صورت کرک شده استفاده میکنه. خب همین توصیه است که باید حداقل در مورد آنتی ویروس کشور خودمون فکری برای اصل بودنش بکنیم که مطمئن باشیم حداقل آپدیتی که داره میگیره صحیحه
و بعد از اون آپدیت داره درست کار میکنه اون آنتی ویروس. خیلی تاثیر داره. یکی دیگه از سوالاتی که حالا بینندگان هم مطرح بله. کردن اینه که سیستم عامل چقدر موثره؟ آیا مثلا میگن لینوکس و مک کمتر از ویندوز میگیره به خاطر عمومی تر بودن ویندوز هست؟ 100% به این شکله و اینکه همیشه بدونین سیستم هایی که به صورت کلوزد سورس هستن یا در مقابل اوپن سورس، بله در مقابل اوپن سورس خیلی علاقه بیشتری برای تخریب اینا وجود داره، چون اصولا ما انسان ها با انحصارگرایی مشکل داریم و ولی تو اوپن سورس چون خیلی ها میان روش نظر میدن، خیلی ها میان کار میکنن و هر کسی میتونه باشه کاری انجام بده و تیکه‌ای به اون اضافه بکنه، این اتفاقات کمتر میفته. این عقیده من و اون تحقیق کوچکی بوده که در مورد این قضیه کردم که چرا لینوکس کمتر مورد خطر قرار میگیره و ویندوز بیشتر. بسیار عالی. اما گویا زمانمون خیلی رو به اتمام هم هستش، اما سخنان پایانی شما و توصیه‌تون به کاربران هم بفرمایید. اجازه میدید من در حد خیلی کوتاه در مورد سایبر صحبت بکنم. میخوام بگم که سایبر از کجا اومده. این کلمه از لغت لاتین سیبرنتس به وجود اومده به معنی سکانداره و اولین بار ویلیام گیتسون نویسنده داستان‌های علمی تخیلی در کتاب نورومنسر فضای سایبر یا فضای مجازی رو معرفی کرده و مجموعه‌ای از ارتباطات درونی انسان از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است. حالا من دوست داشتم که بیشتر میتونستم در موردش صحبت بکنم. حالا در برنامه بعدی هم استفاده خواهیم کرد. بفرمایید. در نهایت در مورد جنگ سایبری فقط میتونم بگم که جواب اون دوستمونی که دوباره سوال کرده بودن، جنگ سایبری و فضای سایبر قابل لمس نیست و ما تنها میتونیم با آموزش‌های صحیحی که داریم جلوگیری بکنیم از وجود اون حمله کننده ها به سیستممون. منی که به عنوان شخصی استفاده میکنم، شرکتی که داره استفاده میکنه و یه دولت و حکومتی که بر پایه ارتباطات هست. بسیار عالی. از توضیحات شما ممنون از حضورتون. تا هفته آینده و موضوع جدیدتر، خدا یار و نگهدارتون. تا 2 روز دیگر، بدرود.